گازوئیل ما میفروشیم 300 تومن، بیرون 60,000 تومن لیتری. کجای دنیا اینجوری میدن و اینجوری مصرف میکنن؟ به به، احسن. چی ازت گفته؟ بنازم. یعنی همین روند و پیشبینی ها روی او 16 میلیونی که رأی دادن به امید خدا سفید میشه. دست همین روند و پیش برو، دست در نکنه. داخل ایران حقوق 12 میلیونه، بیرون 60 میلیونه. کجای دنیا دیده ای که درآمد به ریال باشه، خرج و مخارج به دلار باشه؟ لندکروز مدل 2024 صفرش تو امارات 4 میلیارد تومنه به پول ایران، ولی تو ایران صفرش مدل 2020ش به مردم بدبخت بدید 40 میلیارد تومن. یا حساب نکنین یه هوا، یا خبری نیسته، یا مشکلی نیسته. مهمیه که بنزین بشه لیتر 50,000 تومن. جنابالی شدی رئیس جمهور، مملکت درستش کنی، دست گذاشته رو بنزین و گازوئیل و برق و آب و یا این ارزونه.